هلو. الان همه چیو زدم به شارژ چون یه ساعت دیگه قراره برقا بره. فعلا برنامه اینه ورزش کنم، زبان بخونم، کارهای برندم انجام بدم. فتیش وای بچه الان میمیرم. وسایل اتاقم من 20 بار اینا رو چیدم و 20 بار عوض کردم به خاطر اینکه هی یه کاری داره که انجام بده و الان دارم میمیرم. بدرود. خب بچه من 45 دقیقه وقت دارم بطریمو بزنم یخچال تا خنک شه. بعد نمیدونم یه دونه بول میوه درست کنم بزنم فریزر بعد ورزش بکنم چون واقعا امروز گرمه و کولر ما خاموشه. ورزش 1 ساعت قراره که پیلاتس برم و 1 ساعت یوگا. من به جای اینکه سرد کنم با کلاس پیلاتس هم میرم 1 ساعت یوگا ما انجام میدم با اون سرد میکنم. Feet pounding on the ground, heart's a drum beat, feel the sound breaking through the walls to خب بچه پیلاتس تموم شد. 247 کالری. نمیدونم جای دست کنم کالری کم میسوزم. خیلی سخت بوده امروز، خیلی واقعا نمیتونستم انجام باشم. حتی کلاسم خودش زودتر تموم کرد و بچه ها دیگه نه نداشتن، من داشتم سکته میکردم. میرم یوگا الان که استارت کنم ریلکس کنم. خب بچه یوگام تموم شد، برم الان بدنم رو بشورم چون که واقعا گرمه برم. بعد میوه رو مجبورم بدن بخورم چون که الان دیگه وقت نهار خانواده است، نمیشه چیز کرد. چی میگم؟ از زیرش در رفت. من برم همون نهار بخورم برمیگردم. خب بچه من الان فهمیدم که باید عکس رزومه بدم و باید برم الان عکاسی کنم از خودم برای رزومم. یکم آرایشم رو جادی تر کنم. بچه این شد آرایشم، یکم تیره ترش کردم، خط چشی نکشیدم. الانم با این یکم جلوی موامو یا استاپ کنم یا یه حالتی بهش بدم بعد برم ببینم خودم میتونم عکس رزومه بگیرم یا نه. بگو کردم بندت برعکسه. من و زندگیمو دست کی سپردم. A few moments later. این دیگه خوبه، بزن قدش. عکاس خبری پارمیده مسئولی نجات. خب بچه منو بشینم این عکسی که گرفتم و یک کوچولو ادیت کنم که پروفشنال شه، یکم وزن موامو بگیرم و اینا. اگه خواستین اپش هم بهتون میگم. چه دیگه نخواستم رد دادم. که من الان دنبالشم واسه برند پارچه راه چاقونه و رنگی ولی کی برم ببینم الله اعلم. ولی فکر کنم اولین لباسم پیرن باشه، بعد این شلوارای راه باشه، بعد یه چیز فانتزی طور باشه. نه نظرتونه؟ بسته شدم دیگه اینقدر کار کردم. برم اون میوه رو بخورم و فکر کنم اینجا دیگه آخر بلاگ باشه.
توی کار دیگه هم داشتم. آها زبان نخوندم. زبانم شاید میخونم دیگه. اون رو بخونم. میخواستم بدون کاردستی هم درست کنم که بعدن دیگه حوصله ندارم. دلم میخواد بیفتم و فیلم نگاه کنم، فیلم‌های آلمانی که شاید زبانم بهتر شه، چون الان حالی خوندم ندارم.